به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع میکنیم. کتاب عقل و احساس، نویسنده جین آستین هستش و مترجم آقای وحید منوچهری واحد. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با همدیگه کشفش کنیم. ابتدا معرفی کوتاهی رو از این کتاب برای شما میخونم و سپس کتاب رو با هم ورق میزنیم. جین آستین متولد 1775 و وفات 1817 نویسنده انگلیسی است. عقل و احساس که با نام حس و حساسیت نیز در ایران شناخته می شود، نخستین رمان آستین است. آستین نسخه اولیه این رمان عاشقانه را در 1795 وقتی 20 سال داشت نوشت. آستین در 1797 و احتمالاً 1809 رمان را بازنویسی کرد و نام آن را به عقل و احساس تغییر داد. داستان عقل و احساس در فاصله سالهای 1792 تا 1797 در منطقه‌ای در جنوب غربی انگلستان می‌گذرد. شخصیت‌های اصلی دو خواهر به نام‌های الینور و ماریان دشورت هستند که به خانه‌ای جدید نقل مکان می‌کنند و در گیرودار ماجراهای عاطفیشان عشق و دلشکستگی را تجربه می‌کنند. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با همدیگه ورق بزنیم. بخش اول. خیلی وقت بود خانواده داشوودی در منطقه ساسکی بودند. آنها چندین سال در زمین‌های بزرگشان در نورلند پارکی بدون هیچ مشکلی زندگی کرده و مردم همیشه احترام آنها را نگه می‌داشتند. صاحب قبلی املاک نورلند مرد تنهایی بود که به غیر از یک خواهر هیچ کس دیگری نداشت و با مرگ او شرایط به گونه‌ای دیگر تغییر کرده بود. حالا دیگر آن مرد نمی‌توانست به تنهایی زندگی کند. برای همین به فکر افتاد که از بچه برادرش دعوت کند که با خانواده‌اش برای زندگی به آنجا بیاید. آقای هنری داشوود در واقع وارث قانونی نورلند پارک بود و در هر صورت آن ملک سالهای بعد متعلق به او میشد. به هر حال آمدن آقای داشوود توانست روحیه نجیب زاده پیر را بهتر کند و با توجهاتی که آقا و خانم داشوود به او میکردند زندگی شادی را با آنها و بچه‌هایشان شروع کرد. یک پسر ثمره ازدواج اول آقای هنری داشوود بود و 3 دختر حاصل ازدواج دومش. پسر به یک مرد جوان مستعد و قابل احترام تبدیل شد و با ثروتی که از مادرش به او ارث رسید زندگی مرفهی در انتظارش بود. تا به حال نیمی از این دارایی به او رسیده بود و وقتی ازدواج میکرد نصف دیگرش هم به او میرسید و در نتیجه با این ثروت دیگر نیازی به نورلند نداشت و میتوانست همه آن را به خواهرانش ببخشد. با این حال آینده را هیچ کس ندیده بود و نمیشد با قاطعیت در این مورد صحبت کرد. پدرشان فقط 7000 پوند پول داشت و فقط میتوانست از سود همان 7000 پوند استفاده کند. با مرگ پیرمرد وصیت‌نامه‌اش را باز کردند و متن آن با اینکه زیاد خوشحالشان نکرد ناامیدشان هم نکرد. او همه چیز را به بچه برادرش بخشیده بود ولی با شرایطی خاص، اینکه تمام آن دارایی ابتدا به او، بعد به پسرش و بعد به پسر پسرش که کودکی 4 ساله بود می‌رسید. در این میان هیچ چیز به همسر دوم و دخترانش نرسید و این چیزی نبود که آقای هنری داشوود را راضی کند. در هر حال این وصیت‌نامه عملاً تمام اختیارات آقای داشوود را از او سلب کرده و نمی‌گذاشت عواید حاصل از زمین‌ها را به همسر و دخترانش بدهد.
در عوض او مجبور بود همه چیز را به نوه‌اش که تنها با پدر و مادرش به آنجا می‌آمد بدهد. این کودک در سن 2-3 سالگی توانسته بود با شیطنت‌ها و شیرین زبانی‌های بچگانش نجیب‌زاده پیر را تحت تاثیر قرار دهد و باعث شود که او تمام توجهات و محبت‌های دخترها و خانم داشفود را فراموش کند. با این حال پیرمرد نشان داده بود که همه چیز را فراموش نکرده و برای هر کدام از دخترها 1000 پوند باقی گذاشته بود. خب پذیرش این موضوع در ابتدا برای آقای داشفود خیلی سخت بود، ولی چاره‌ای نبود. باید با شرایط کنار می آمد. اگر کمی بیشتر کار می کرد و در اداره امور املاک درایت زیادتری از خودش نشان میداد، می توانست ثروتی جمع کند و به دخترها و همسرش بدهد. برای همین با روحیه عالی دست به کار شد و برای رسیدن به این هدف تمام تلاشش را به کار بست. اما تقدیر چیز دیگری برای او خواسته بود و دقیقاً 1 سال پس از مرگ عمویش، در حالی که کلاً 10,000 پوند از خودش به جای گذاشته بود، از دنیا رفت. آنها به محض اینکه فهمیدند چیزی از زندگی آقای داشفود باقی نمانده، پسرش را خبر کردند و او در بستر مرگ تا توانست از پسرش خواست که مواظب خواهرها و مادرشان باشد و حقشان را بدهد. آقای یجانی داشفود مثل بقیه اعضای خانواده زیاد احساساتی نبود، ولی سعی می‌کرد در آن ساعت‌های آخر خیال پدرش را راحت کند. برای همین به او قول داد که از آنها حمایت می‌کند و تا جایی که می‌تواند از کمک به آنها مضایقه نمی‌کند. خانم جان داشفود که حالا خانم املاک نورلند شده بود، سعی کرد رفتاری خوب و مؤدبانه نسبت به مادر شوهر و خواهر شوهرهایش از خودش نشان بدهد. شوهرش هم که بعدش نمی آمد کمی به آنها محبت کند. از خانم داشفود و خواهرانش خواسته بود طوری رفتار کنند که انگار آنجا خانه خودشان است. خانم داشفود هم چاره‌ای به جز قبول این محبت ها نداشت تا اینکه بتواند خانه‌ای برای خودش و دخترانش پیدا کند. اینکه خانم داشفود چند ماه بعد از مرگ شوهرش در نورلند ماند، به این علت نبود که دوست نداشت آنجا را ترک کند، بلکه به این دلیل بود که به هر چیز آن خانه که نگاه می‌کرد به یاد خاطرات تلخ و شیرین گذشته می‌افتاد و احساسات ناراحت کننده وجودش را فرا می‌گرفت. اما بعد از چند ماه روحیه‌اش رفته رفته بهتر شد و به محض اینکه کمی متوجه اطرافش شد، به سرعت تصمیم گرفت از آن خانه برود. او برای پیدا کردن یک خانه مناسب همه جا را میگشت و سعی میکرد بیشتر خانه‌هایی را ببیند که فاصلهشان تا نورلند کم باشد. با این حال نمیتوانست خانه مناسبی پیدا کند که هم راحت باشد و هم برای زندگی 4 تا زن مناسب به نظر برسد. یک جایی هم که بعد از مدت‌ها پیدا کرد و این شرایط را داشت، از نظر دختر بزرگ و دوراندیشش خوب نبود. برای اینکه پرداخت اجاره آنجا از توانشان خارج بود. خانم داشفود که خودش شاهد قول دادن پسر به پدر در لحظه مرگش بود، مطمئن بود که جان با آن مهربانی و صمیمیتی که از خودش نشان می‌دهد، مخارج زندگی او و دخترانش را تامین می‌کند. او کم کم متوجه شد که با چیزی کمتر از 7,000 پوند هم می‌تواند زندگیش را بگذراند و وقتی محبت‌های او و همسرش را نسبت به خودش و بچه‌هایش می‌دید، به خاطر اینکه در گذشته فکر می‌کرده که او پسر بی‌عاطفه و خسیس است، غصه می‌خورد. با این حال خانم داشفود نمی‌توانست فکرهای خوبی در مورد عروسش بکند و هرچه بیشتر در کنارش و در یک خانه با او زندگی کرد، بیشتر متوجه بدجنسی‌های او می‌شد. او تا جایی که می‌توانست به عروسش مهربانی می‌کرد و حتی بعضی مواقع رفتارهای مادرانه‌ای را هم از خودش نشان می‌داد. ولی هیچ وقت این دو زن نمی‌توانستند با هم یکدل شوند. از این رو رفتن خانم داشفود از آن خانه واجب‌تر به نظر می‌رسید، اما شاید دخترهایش به سبب اتفاقات تازه‌ای که در حال وقوع بود می‌توانستند بیشتر در نورلند بمانند که این اتفاق تازه چیزی به جز دلبستگی شدید دختر بزرگش و برادر خانم جان داشفود نبود.
برادر عروسش مرد جوان، متشخص و مؤدبی بود که کمی بعد از ورود خواهرش به نورلند پارک برای دیدن خواهر به آنجا آمد و ماندگار شد. ادوارد فرسی پسر بزرگ مرد پولداری بود که امکان ثروتمند شدنش به اندازه نشدنش زیاد بود. برای اینکه بر اساس وصیت‌نامه پدرش همه چیز به مادرش رسیده بود و حالا او باید منتظر تصمیم مادرش میماند. اینکه بعد از خودش تمام آن ثروت را به پسر بزرگش بدهد یا محل دیگری برای تقسیم آن پیدا کند، به هر حال اگر خانم داشوود آدم حسابگری بود و میفهمید که احتمال ثروتمند شدن این پسر خیلی ضعیف است، سعی میکرد جلوی این علاقه را بگیرد. ولی چون اون زنی نبود که مال و ثروت زیاد برایش مهم باشد، وقتی متوجه شد که النور و ادوارد همدیگر را دوست دارند و در سایه این علاقه ممکن است زندگی شاد و زیبایی داشته باشد، با این ازدواج موافقت کرد. به هر حال النور دختری بود با عقل و فهم بالا و نمیشد در انتخاب عاقلانه او شک کرد. اینکه آنها از ادوارد فرس خوششان آمده بود ربطی به خوشقیافگیش نداشت، برای اینکه او نه خوشقیافه بود و نه خوشتیپ. آنقدر هم خجالتی بود که به سختی میتوانست در یک جمع صحبت کند. با این حال وقتی آرامش پیدا میکرد و خجالت ذاتیش را کنار میگذاشت، آنقدر با محبت و صادق میشد که میتوانست با رفتارهایش دل هر کسی را به دست بیاورد و نشان دهد که آدم فهمیده و مؤدبی. با این حال او نتوانسته بود تا به حال خواهر و مادرش را راضی کند، برای اینکه آنها می‌خواستند این پسر و برادر تحصیلات عالیه داشته باشد و با ورود به دنیای سیاست عضو پارلمان شده و به جاهای بالا برسد تا باعث افتخار کل خانواده بشود. ولی با اینکه این آرزوها تا به حال تحقق پیدا نکرده بود، همین که خانم جان داشوود برادرش را سوار بر یک کالسکه 4 چرخه شیک میدید، موقتاً آرام میشد. از طرفی علایق و آرزوهای برادر کلاً با نظرات آنها متفاوت بود. برای اینکه او از این دنیا فقط یک خانه راحت میخواست تا بتواند در کنار همسرش زندگی آرام و شادی داشته باشد و از تنهایی‌هایش لذت ببرد که با این شرایط برادر کوچکترش تنها امید خانواده شده بود. ادوارد چند هفته ای را در نورلند گذراند تا توانست توجه خانم داشوود را به خودش جلب کند. خانم داشوود او را میدید ولی به قدری ناراحت و غم زده بود که به جز سکوت و ادب چیز دیگری را نمیتوانست در این جوان آرام تشخیص دهد. به هر حال او تنها کسی بود که هیچ وقت با حرفهای بی‌موقعش موجب نگرانی او نمیشد و دقیقاً زمانی واقعاً متوجه حضورش شد که النور او را از لحاظ شخصیتی با خواهرش مقایسه کرد. خب اگر با خواهرش فرق داشته باشد من از او خوشم خواهد آمد. النور گفت هرچه بیشتر با او صحبت کنید بیشتر متوجه خوبی‌هایش میشوید. متوجه خوبی‌هایش میشوم؟ النور من همین حالا هم او را دوست دارم. منظورتان این است که به او احترام میگذارید، درست است؟ مگر بین دوست داشتن و احترام گذاشتن فرقی هم وجود دارد؟ مهربانی و صمیمی که خانم داشوود از آن موقع به بعد به ادوارد نشان میداد باعث شده بود که او هم بتواند خجالتش را کنار بگذارد و حضورش برای آنها مفید واقع شود. خانم داشوود هم هرچه بیشتر متوجه علاقه او به النور میشد بیشتر او را زیر نظر میگرفت و بیشتر به صفات خوبش پی میبرد. در آخر هم به این نتیجه رسید که آرامش و سکوت او به همراه مهربانیش میتواند باعث تسکین آنها شود. خانم داشوود با اینکه هنوز نتوانسته بود چیزی از عشق و علاقه او نسبت به دخترش را ببیند، اما سعی میکرد آن را احساس کند و به خودش بقبولاند که این ازدواج به زودی سر میگیرد. ماریانا عزیزم، فکر میکنم تا چند ماه دیگر النور به سر زندگیش میرود و خوشبخت میشود. البته این اتفاق ممکن است ما را دلتنگ کند، ولی سعادت خواهرت مهمتر است. اوه مامان، چطور میتوانیم دوری او را تحمل کنیم؟ عزیز دلم، دوری یعنی چه؟
فاصله او از ما بیشتر از چند مایل نخواهد بود و ما میتوانیم هر روز او را ببینیم. دوست نداری یک برادر جدید پیدا کنی؟ یک شوهر خواهر مهربان و دوست داشتنی؟ ولی مثل این که خوشت نیامده. نکند از انتخاب خواهرت راضی نیستی؟ ماریان گفت نمیدانم، یکم سورپرایز شدم. ادوارد پسر خوب و مهربانی است، ولی او آن مردی نیست که میدانید. او کسی نیست که لیاقت خواهرم را داشته باشد. او آن جذابیتی را که یک مرد باید داشته باشد ندارد. چشمهایش با آدم حرف نمیزند. هیچ برقی هم در آنها دیده نمی شود. انگار با هنر و موسیقی بیگانه است. درست است که از نقاشی های النور تعریف می کند، ولی حرفهایش بگونه است که آدم فکر می کند هیچ سررشته‌ای از نقاشی ندارد. بیشتر سعی می کند ادای آدم های عاشق را در بیاورد، ولی در این مورد هم موفق نشده است. مامان، من هیچ وقت نمی توانم با چنین مردی حتی فکر خوشبخت شدن را هم بکنم. مامان، میدانی کسی که عاشق من می شود و می خواهد با من زندگی کند باید من را به خوبی درک کند و همان چیزهایی را که من دوست دارم دوست داشته باشد. اوه، وقتی دیشب داشت برایمان کتاب می‌خواند، دیدی که چقدر صدایش کسل کننده و بی احساس بود؟ واقعا خواهرم حیف است. او نباید خودش را به دست چنین مردی بسپارد. باور کن مدام می‌خواستم از جایم بلند شوم و بروم، ولی برای اینکه النور ناراحت نشود ماندم و تحمل کردم. جملاتی که همیشه از شنیدنش غرق در رویاها و احساساتم می‌شدم، این بار برایم زجرآور شده بود. خب عزیزم، قبول کن که خواندن اشعار کوپری آنقدر هم ساده نیست. بهتر بود از او می‌خواستید که یک متن آسان‌تر را برایتان بخواند. نه مامان، اگر او نتواند نوشته‌های کوپر را بخواند که فایده ندارد. نظر من در این مورد کاملا با النور متفاوت است. شاید او بتواند مردی مثل ادوارد را قبول کند و با او احساس خوشبختی کند، ولی من نمیتوانم. اگر من ادوارد را دوست داشتم و او اینطوری خرابکاری میکرد، واقعا قلبم میشکست. مامان، من فکر نمی کنم در دنیا مردی وجود داشته باشد که بتواند علاقه من را به خودش جلب کند. مردی که من را میخواهد باید علاوه بر داشتن تمام خوبی های ادوارد خوشگل، خوشتیپ و خوشهیکل هم باشد و بتواند به خوبی حرف بزند و آدم مهمی هم باشد. ماریانا عزیزم، یادت نرود که تو هنوز 17 سالت نشده. خوب نیست که از حالا به این چیزها فکر کنی. مطمئن باش که تو از من که مادرت هستم خوشبخت‌تر می‌شوی و البته امیدوارم خوشبختی تو فقط در یک مورد باید با مادرت تفاوت داشته باشد. خب امیدوارم که از این کتاب زیبا لذت برده باشید. بیشتر از این کتاب در اختیار من نیست. امیدوارم اگر خوشتون اومده برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.